کامل باشه هم در عرصه‌های دنیا و در عرصه‌های زندگی که برای ما زندگی خلق شده، برای کسانی که در بحث دینی و علوم شرعی و قرآنی خدمت میکنند، برای اینها دعا بکنیم. همه علمها بدون قبول بکنه و زحمت بسیار ارزشمندی است. سخنران هم ماشاءالله امشب بهرحال دوستان جلسه را گفته که سبکتر بگیرند، خدا جزای خیرشون بده، قابل دعا هستند عزیزان. هم ماشاءالله مولانا محمد عثمان حفظه الله استاد تفسیر و ایثار کردند و